خب با دوباره امروز ویولونتو سریع بیار که امروز میخوایم یه قطعه بسیار بسیار قشنگ و ساده رو با هم دیگه تمرین کنیم. منتها قبل از این ویدیو و تمرین حواست باشه که ویولونت 100% کوک باشه. می لا ر سول دقیق. خب یک بار برای شما از اول من میزنم، بعد از اینکه زدم شروع میکنیم به آموزشش. 1 2 3 4. برای آموزش این ویدیو و این قطعه اسمش ماه تو آسمون است، از کتاب آقای بهزاد اساره‌پور، دنیای زیبای ویولون. اگر این کتاب رو تهیه نکردین تهیه بکنین که کلی با هم اینجا تمرین های بسیار بسیار قشنگ و ساده ای رو با هم دیگه توی این پیج ما انشالله در پیش روون داریم. برای اینکه این قطعه رو بخوایم بزنیم، این قطعه بسیار بسیار یک قطعه ساده ای هستش، یعنی هنرجو باید اول کتاب لو ویولون رو شروع بکنه. حالا ما در ادامه کتاب های لو ویولون رو هم شروع میکنیم با هم دیگه، ولی من به خاطر اینکه یه دستگرمی و یه موضوع دستتون باشه که داخل این پیج چه چیزی قرار آموزش داده بشه، اول برای شما این قطعه رو آماده کردم. بعد از اینکه این قطعه رو آماده کردیم انشالله با هم دیگه لو ویولون رو هم شروع میکنیم انشالله. خب توی پارت اول، در واقع خط اول اینکه میزان ما 4 ضربی هستش، یعنی شمارش ما توی این میزان به این شکله: 1 و 2 و 3 و 4 1 و 2 و 3 و 4. برای اینکه این قطعه رو بخوایم بزنیم آرشمون خیلی تمیز باشه و خیلی درست و به قول اروپایی ژوست باشه، اول باید تقسیم بندی آرشه رو توی ذهنمون داشته باشیم که از چه قسمت هایی از آرشه استفاده میکنیم: وسط آرشه، بالای آرشه، پایین آرشه یا کل آرشه. خب من از وسط آرشه شروع میکنم چون صدای نرمتری به ما میده. میشه حالا من یه بار دیگه با تقسیم بندی آرشه براتون میزنم، منتها هر میزانی که میزنم یک ایست میکنم و به شما توضیح میدم. میشه اینجا شد میزان اولمون نصف آرشه، ادامهش کل آرشه رو استفاده میکنیم. یه بار دیگه: دو سی لا، دو سی سی لا. دقت کردین؟ لا دو سی سی لا. آرشه هاشو نگاه بکنید. کل آرشه. سکوت 2 ضرب. میزان بعدی وسط آرشه، کل آرشه. یه بار دیگه ویبره، تکرار. یعنی از انگشت دوم که به انگشت چهارم میخوایم بیایم خیلی باید نرم و لطیف بیایم که صدا آسیب نبینه، خشن نشه، اینجوری نشه، تمیز.
یه بار دیگه از اول با آهنگ براتون میزنم. یک دو سه چا خلاشه زن بعدی ایدره تکرار خب اگر تا اینجای آموزش این ویدیو براتون مفید بوده لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر میخواید کتاب‌های دیگه مثل لوویولو، مثل ولفارد و کتاب‌های دیگه مانند ردیف استاد صبا رو با هم دیگه کار بکنیم حتما داخل کامنت ها برای من بنویسید.